خیل علیدین جان تبابت‌های آخران چه خیل یگان بهبودی است بهبودی هست نه خب. همش خوب است. لبای منیشه میشه رحمت خدا چه خیر انتظار شود من حتما میبیایم من در بیمارخانه چه خیلی چی کار میکنم دوست داشتم اهل رو خبرگیری اومدم مایلش خیر من به تو بعدتر زنگ میزنم همش رو نقل میکنم مایلش خواب خدا من نه عزیز کرده ایستم فقط همین که زیخ شدم زیخ شدی زیخ شدم میخوام که تیز زمین جواب شما خانه روم. هیچ گپ نه علیدین جان تو سه روز بعد حتما تو رو جواب میدهند زیغ نشو دودار جان سلامتی شما چه خیل رحمت خیلی خوبم. خیلی بهتر خدا شفا دهد رحمت. خب علیدین جان لبای همون داروهایت رو سری وقت خور مایلش البته مایلش نباشد من میروم بگاه باز میایم مایلش بگو آه نباشد خونگی رو سلام بگی البته مایلش مایلش. خدا شفا دهد خب تو دیدم خب مایلش خدا زنه یه چوب کنه من بگاه میبینم خب مایلش سلام علیکم علیکم السلام ببخشید حجره 14 بله حجره 14 اهل دین رو دیدن ممکن اهل دین رو بله. البته میبخشید دختر جان شما با اهل دین کی میشوید من بله خواهرش خواهرش بله خواهرش بسیار خوب نباشد بیاید شناس بشویم من پدرش